به نام خداوند جان آفرین، حکیم و سخن اندر زبان آفرین. السلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند. امروز مخاطب من با آن رسانه های اینترنتی که خود به نام مخالف و ملت دوستدار و آزادیخواه وانمود میکنند و در اصل صحنه ساز و حیله‌گرند و باز آشکارا ملت تحقیر میکنند به آنهاست. به مثال رسانه های اینترنتی پیمانی لحظتی ها. چندی پیش من یک دو کانال اینها را نظر افکندم، چنانکه میگویند که پسته بیمغز اگر لوا کنه رسوا شود، همون بیمغز که هستن رسواگی خودشون را بیشتر به نمایش میگذارن. در یکی از کانال های اینها به نام اصلاح نت که خب اون کانال ماکیانت است در اصل، زیرا که خود کانال مثل ماکیانا نه سرش معلوم است نه آخرش معلوم است. بعدن نامه هایی که به اونها گویا می آید این صحنه سازی دروغ بودنش در آن است که شباهت نوشتجاتش با هم شباهتی خیلی نزدیک دارد که گویا که اینا یک نفر دو نفر انجام دادگی هستند. و باز در عوض این صحنه سازی دروغگویی ها باز آشکارا ملت تحقیر میکند. گویا که کدام احمق خر ابله از تاجیکستان نامه نوشته است به این ماکیانت و گفته است که گویا که در دانشکده ملی در شعبه حقوق شناسی زمدکن همون شعبه دخترکای دانشجو را به خاطر بها چیکار میکرد است؟ تجاوز میکرد است. موافق قانون اگر نظر افکنیم جنایت یک نفر اون وقت ثابت کرده میشه دلیل فقطش باشد. موافق شریعت هم همین است. وقتی که حرفی که بی دلیل شد این تهمت است. و باز وقتی که در عموم حرف زده میشود این تحقیر است. تحقیر همون جامعه. این آشکارا داره تحقیر میکنه دانش دخترکای تاجیک. وقتی که وای اونقدر جسارت پیدا کرد، اونقدر شهامت پیدا کرد، علم پیدا کرد که برود دانشگاه درس بخواند، آیا وای راضی میشه که برای یک بها برود عمر خودش بسوزه؟ با این چی تحقیر است؟ تا فقط و دلیل نامش نباشه او تحقیر است. این تحقیر کردن از آشکارا دخترای تاجیک، دانشجو دخترکای تاجیک که اینقدر بی‌شرف و بی‌ناموس باشن. یا در یک برنامه دیگری ماکیان نت من میبینم میگوید که گویا کدام امنیتی فرستادیان در ناحیه رشت برای که او تجاوز کنه زنهای رشت را، برای تجاوز کردن گویا فرستاده باشد. این چی بدبختی از نقاد مردمی رشت اینقدر بی‌ناموسن که اجازه میدن هر کسی بیاد چیکاری خواهد اونجا میکنه؟ این چی بدبختی است؟ این چی دروغ است؟ این چی تحقیر یک جامعه است؟ یک محل است از یک کانالی به نام ماکیانت. یا باز در یک کانال دیگه نشرمیده میگوید که اینها خواهرای شما را اپاهای شما را تجاوز میکنند، این میکنند. آیا مگر خواهری خودت تجاوز کردن یا اپای خودت تجاوز کردن یا اولاد تو یگان کس تجاوز کردن کرده باشه نامش بگو تمام. من 100% باوری دارم که کسی تجاوز کرده باشد همون در ارگان های تاجیکستان در پرکاتور اینودی امروز بناموسا هستن. بناموس نه بناموساش بسیارن، میرن از اون جاش جزاش تعیین میکنن. اما این چی است که تو برای مخالفت آشکارا ملت تحقیر داری، آشکارا در عموم حرف میزنی که گویا که شهری بی دروازه هر چی دلش میخواهد یه شما رو تجاوز میکنه. این خیلی است. زنهای تاجیک خیلی بناموسن. یا دخترکای تاجیک که دانشگاه میکنن خیلی بناموسن. اما اون نظری تنگی که فناتیزمی و طالبان نظرانه که شما برای ماکیان نیت ها دارد که ملت به این روز میبیارد. این تحقیر است. این برنامه باز نشر میده. در کدام برنامه میگوید که به ما خبر رسید از جلسه مخفی 5 نفر گویا که اعضایان بالا مقام حکومت بودند و که اینها برای این چه حرف است؟ اونجا همگی چند نفر بودن، از ما چند نفر اینا با خبر دارن. خب نام به نام معلوم است که این چی دروغه؟ آشکار نمیداری شما با این دروغایتون. مرغ بودنی خودت ماکیان بودنی خودتون ثابت نکنین. ای بابا این مخالفت و داغدار میکنید نامشه. یا گفته است که گویا که آزاده رحمان برای کارهای شهوترانی از افغانستان کیا رو می آورده است. این چی احمقیگری است؟ او بگذار تو با حکومت سیاستش مشکلی داشته باشه، اما این زنی تاجیک است، به هر حال یک تاجیکستانه چه میشود که ما زنهای تاجیک به هر چی متهم کنیم؟ موافق شریعت هم شاهد
باید باشد. آخه چه حرف است که تو روی شنیدی تخیلات فانتزی میخوای جامعه به دروغ پراکنده کنی میکنی؟ این خوب نیست. مردم با دروغش اینها همین خصوصا همین کانال های دروغینی پیمان نهضتی ها که اینا سراپا دروغند و اینا نام مخالفت به داغ میبرن، این شیطان صفت ها، این از مردم عادت کنند به دروغ شیرین. نه، مردم به دروغ شیرین عادت نکنند که عاقبت این کار وای است. مردم باید راستی تلخ هم باشد عادت کنند که راستشون نبوده، تلخ هم باشد باید قبول کند و اصلاح کردنش فکر کند. با دروغای شیرین، وعده‌های شیرین که انا انقلاب و یا فلان دادی، این که مردم فریب نکنید که عاقبت هیچ چیزی نمیشه، مردم تمام میشود، خسته میشود. این خیانت است به مردم. یا در عوض این یک دیگه کانال دیگری ابلهانه پیام تیوی چی میگه که از ترس کرگیزا گویا کی چی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به ایران رفته باشد. این چی تحلیل احمقانه است. یا یک دیگه راش هم نوشته است که گویا که رحمان به خاطر گریخته به پاکستان رفته است که کمک کند برای. این چی تحلیل احمقانه است که شما نام مخالف بدنام میگید و شما رو این حرفاتون کسی شنوند میگه مخالفش همین است؟ از حکومت دیده تو پایتر، بی عقلتر، بی سوادتر، دنبال شما کدام خر میرود و خودش به عذاب میماند با این حرفای دروغتون. کار کرگیز و تاجیکستان این کار نه ایران نه دیگر، این منطقه خودی روسیه و همون منطقه ازبکستان روسیه همون کشورهای منطقه حل میکنه. این نیاز نداره به دیگه کشورها. اما اون مسئله دیگر برافته هستن. مسئله افغانستان که امروز اگر ارتش آمریکا بیرون رود پگاه اونجا خیلی مشکلی به بار می آید. اما این چی تحلیل های دروغ به مردم شما نشان میدهید؟ چی میخواهید با این کارتون؟ بدنام کردن مخالفت، تیشه زدن بر ریشه مخالفت. مخالف باید از حکومت دیده بالاتر عقل کنه، بالاتر دانش داشته باشد، اون وقت بعد مردم دنبالش می آید. مردم در انتخاب می ایستد کدامش طرفش بگیریم، اینش یا اینش، کدامش به سواد و برنامه خوبی دارد، مردم دنبال همون می رود. وقتی شما به این چرت پرت ها و دروغ و حیله‌گرای بی‌ناموس ها حرف میزنید، هیچ کس به دنبال این مخالفت هم نمی رود. و در آخر چندی پیش ما میبینیم در رسانه ها نشر میده نوشتی استادیدن که لیدر اپوزیسیون تاجیک محیدین کبیری اینا کی به شما اجازه داد؟ اون لیدر یگو اپوزیسیون تاجیک نیست. اون مخالفی گویی که رئیس مخالفین تاجیک. این حرف ننویسید دیگر. هیچ کس به شما اجازه نداده است. شما رو هیچ کس بزرگ همون چرت دروغینی خودتون کسی دیگر قبول ندارد. وای رئیسی همون پیمانی ترسانچکای دینگوز خورده های نهضتی ها. تمام اینجا نه گروه بیشار، نه وطندار، نه دیگر شخصیت های الهیدی که خب امروز آزادانه فعالیت میکنن اونها قبول ندارن. چرا از نام همو به او نام میدهید؟ اینم یکی از درد شهرت پرستی، از درد غرضناک بودن، کثیفیت فکر داشتن شما پیمانی نهضتی هاست. ملت تحقیر نکنید در برنامه هاتون، در عموم صحبت نکنید وقتی که یک چیز رو فکت و دلیل ندارید. به همین خاطر هموطنان عزیزم به این افسانه ها داده نشوید. اینها شما رو عادت باز تکرار میکنن که عادت کنند که دروغ شیرین به شما کنن، از نام شما سوء استفاده کنن. برای اروپا زنی کردن یک چیزی باید بگوین آخه اینها دروغ روز چه کیسشون بگذرد. برای اینها اگر اینها دردی شما رو میخواستن دوا مرهم کنن، اینا از تاجیکستان فرار نمیکرد. اینا در همون وقتش در جای کار بودن نکرد و نکنه میکنن. اینها آمدن باری دیگر باز میگویم که مخالفت بدنام کنی آمدن. چرا که عملهای اینها بجز بدنام کنی کاری دیگر نیست. شرمت باد آقای کبیری که چنین شاگردها داری و چنین گویا که تو گروه مخالف است، گویا که نهضتی که سابقه چیزا چنین کادرها دارد. وای به حال شما، مردم به از این کادرها. توبه کردم، این واقعا شرمندگی است که همه ما را شرمنده کردید، مخالفت شرمنده کردید. و بار دیگر من به شما میگویم بعضا امروز می‌نویسن که گویا که کرگیزها اینقدر رو خوب بفهمید اگر چنگیزخان زنده کرده بیارد کرگیزها از تاجیکستان شکست میخورد. الها جنگ نشود. مهم به اسلحه نیست، مهم به اون چیز نیست، به اون تکنیک های زمانوی. شما نگاه کنید فلسطین با اسرائیل در چه حالتن. میلیارد دارد، چیزی بهترین دنیا دارد. مهم این است قلب مردم تاجیک خوابیده است. بیداری مردم تاجیک شعر است که با یک حمله
پرچم شو برده در یک جای دیگر میماند. این مردم من باوری کامل داریم چون مردم به غیرت هستن. لیکن مردم تحقیر نکنید. به جهانی ها شما تحقیر کردن نشان دادید. شما پیمانی دروغنی نهضتی ها که گویا این مردم تمام هیچ لطه پوتن. نه، مردم نمیبیند در شما یگان چیز حقیقتی که دنبال شما بیاید. همون را دیدی سوده که حاضر من میگه رشد کرده یا چیزی شده است، همون را بها دادند، همون آرامی پیش گرفتگی هستند. این حقیقت است، باید قبول کرد. چون که شما ابله‌ترید با بعضی برنامه‌تون از حکومت دیده. ایمانی من واداشت که با این خیلی حرف بزنم. ملت تحقیر نکنید. ماکیانی مرغی خودت کردن گیر کدامت نباشی. لیکن ملت تحقیر نکنید. در عموم حرف نزنید. فقط دلیل دارید حرف بزنید. سلامت باشید.